یکی از علتهای عمده‌ای که ما نمیتونیم از ساعت مطالعه‌مون استفاده مفید داشته باشیم اینه که هدف گذاری نداریم. حالا یا هدف گذاری کوتاه مدت و روزانه نداریم یا کلا یه هدف بلند مدت توی ذهنمون نیست. هدف گذاری دومین بخش از مجموعه افزایش عملکرد و افزایش بازده شما در تایم‌های مطالعه است. سلام، من ابراهیم هستم و خوش اومدید به آکادمی بهادری، جایی که نگاهی داریم به یادگیری و مشاوره با تمرکز ویژه روی دوران دبیرستان و کنکور. پس اگر به این رویکرد علاقمند هستید لطفاً در این کانال سابسکرایب بفرمایید و گزینه نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید. خب قبل از هر چیز بیایم هدف گذاری رو تعریف کنیم. مثلا فکر کن شما یه دانش آموز سال دهم هستی، مثلا دانش آموز سال دهم تجربی هستی و آرزوی پزشکی داری، دانش آموز سال دهم انسانی هستی و آرزوی معلم شدن یا رفتن به دانشگاه فرهنگیان رو داری. این یک آرزوه، نه هدف. چرا؟ چون هنوز هیچ قدمی در مسیر این آرزو برداشته نشده برای اینکه از آرزو به هدف تبدیل شه. حالا در مورد بحث آرزو و هدف و تفاوت‌هاشون با هم دیگه توی سایر ویدیوهای مختص به اون آرزو و هدف صحبت می‌کنیم. اما برای شناخت اصول واقعی هدف گذاری شما باید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا من 5 تا نکته کلی برای هدف گذاری درست و اصولی بهتون آموزش بدم که بتونید این کار رو درست و اصولی و ارزشمند انجام بدید. اول از همه بحث تصویرسازی ذهنی به میون میاد. شما باید تصویرسازی ذهنی که از خودت توی آینده داری تصویرسازی درستی باشه تا بتونی کلا هدف گذاری رو شروع کنی و اصلا وارد به قولی ورطه هدف گذاری بشی. این آینده که میگم میتونه فردا باشه، میتونه آخر هفته باشه، میتونه بعد از 2 هفته دیگه مثلا برای یه آزمون باشه، میتونه 3 سال 4 سال دیگه باشه و میتونه یه آینده 10 ساله باشه. این آینده الزام به زمان دقیقی نداره اما قطعا زمان داره. الزام نداره حتما 2 هفته دیگه باشه اما قطعا یک تایمی داره. الزام نداره یه ماه دیگه، 1 سال دیگه یه زمان دقیقی باشه که من بهت بگم، اما قطعا یک زمان دقیقی هست که خودت میدونی. خب بیاید قبل از اینکه حالا بیشتر از این بحث بدیم بیایم رو خود بحث در واقع تصویرسازی صحبت بکنیم. من یه توضیح کوچولو بهتون بدم که تصویرسازی به طور کامل توی ذهنتون جا بیفته. فکر کنید مثلا از یک ماشین خاصی با رنگ خاصی خوشتون میاد. امروز در موردش صحبت کنید با دوستاتون، بگید من مثلا از 206 قرمز خوشم میاد. از فردا تو خیابون بیشتر از همیشه 206 قرمز میبینی. امروز بحث کن مثلا با دوستات که من از خونه های ویلایی که داخل جنگلن خیلی خوشم میاد. از فردا اکسپلور اینستاگرامت پر میشه از خونه های ویلایی که توی جنگلن و دقیقا همون سبکی که تو دوست داری، خصوصا اگه لایکشون کنی که دیگه بیشتر سرازیر میشن به سمت. این میشه یک تصویرسازی از آینده و اون اتفاقی هم که میفته کاری که مغز با تو میکنه. مغز تو رو سوق میده، چون مشخص کردی یه هدف گذاشتی، مغز تو رو سوق میده به سمتش. اوکی؟ خب مسئله بعدی بحث اینه که هدفهای ما باید اسمارت باشن. اسمارت 5 حرف داره، SMART، که هر کدومش اولی یک کلمه انگلیسیه. ما کار به کلمه انگلیسیش نداریم، همون فارسیش رو میگیم. اول از همه هدف باید کامل باشه، کاملا ببخشید مشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی که دقیقاً معلوم کنی چی رو میخوای. دقیق باید معلوم کنی چی رو میخوای. دوم، هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه. منظورم اینه که تو نمیتونی یه چیز کیفی بذاری که نمیشه اندازه‌اش کرد. باید هدفت رو جوری بچینی، جوری مشخص کنی که بشه اندازه شده. مثلا اگر به عنوان مثال میتونیم بگیم فردا میخوام 2 ساعت بیشتر کتاب بخونم، فردا میخوام
10 دقیقه بیشتر مطالعه کنم، فردا میخوام 5 تا تست بیشتر بزنم. عددی که قابل اندازه‌گیری میشه مشخص کرد به این هدف رسیدی یا نرسیدی. این هدف حالا که واسه فردا چیدی. یا مثلا میگی میخوام از الان میخوام خوشحال‌تر باشم. اگر بتونی درجه سنجی براش معلوم کنی خب قابل هدفه، به عنوان هدف میشه مشخصش کرد. اما اگر نتونی براش درجه بندی تعیین بکنی، نتونی اندازه گیریش بکنی، دیگه جزء هدف گذاری برای ما نیست. به عنوان مثال باز یکی مورد کیفی دیگه ببینم که قابل اندازه گیری، حال خوب رو میشه اندازه گیری کرد. درسته کیفیه، اما میشه درجه بندی ها 4-5 درجه براش تعیین کرد که من بدونم تو کدوم وضعیت حال خوب هستم. آیا اصلا جزء حال خوبم، جزء حال بدم، جزء حال عالیم، متوسط رو به بالام، در کجا میتونم این رو تقریبا برای خودم مشخص بکنم. مسئله بعدی اینه که هدف قابل رسیدن باشه. یعنی چی؟ فکر کن الان شما دانش آموز سال 12می، ترازهای قانون قلمچی 4300 شما هدف رشته تجربی هدف گذاری پزشکی کردی، قابل رسیدن نیست. با 4300 نمیشه به اون رسید. تو اول باید ترازت رو بیاری بالای 6000، بعد بیای در مورد هدف گذاری پزشکی صحبت کنی. پس تو اون تایم شما باید هدف گذاری چیکار، مثلا چه هدفی بذاری؟ هدفی اینو بذاری که ترازت رو 1000 تا افزایش بدی، بیاری از 4300 بیاریش 5300، بعد دوباره ترازت رو 1000 تا دیگه افزایش بدی، بعد بیای سراغ پزشکی. یعنی 2 تا پله رو قبلش باید طی بکنی تا بعد بیای سراغ پزشکی. ما توی آکادمی معمولا این رو به عنوان روندهایی از پیشرفت تعریف میکنیم. میگیم شما برای اینکه به قله پیشرفت برسی باید پله پله، قدم به قدم پله های پیشرفت رو طی کنی و بری بالا. شما وقتی پله اول دوم رو طی نکردی نمیتونی بری تو پله 4 و 5. باید یک پله بری بالا. نمیتونی 2 پله یکی کنی، یه دفعه پاتو بلند کنی 2 پله بری بالا. باید رو همه پله ها قدم بذاری و بالا بری. مسئله بعدی این که هدفت باید با سایر اهدافت در ارتباط باشه. کاملا مشخصه. مثلا تو اگر هدف‌ها یک جوری باشن که هر یکیش به شرق بره یکی به غرب، خب باعث از هم گسیختگی میشه. فکر کن یه دستت رو به شرق بچشن، یک دستت رو به غرب، سرتات وای میسی احتمال زیاد و هیچ تکونی نمیخوری. حالا یکیشون زورش بیشتره که یک کوچولو به سمت یکیشون بری. اما اگر هر دوتای اینها به یک سمت داشتن میکشیدن، خب تو با سرعت بسیار بیشتری به اون سمت داشتی حرکت میکردی. حالا مثلا تو از یک طرف هدفت اینه که روزی 10 ساعت مطالعه کنی، از اون طرف یه هدف دیگه میذاری که روزی 10 ساعت تفریح کنی. خب این دوتا با هم در تناقضن. 10 ساعت مطالعه، 10 ساعت تفریح، که میخوای بخوابی 20 ساعت شد. ما شاید 10 ساعت مطالعه رو در کنار 1 ساعت تفریح، در کنار 2 ساعت تفریح بتونیم تنظیم کنیم، اما 10 ساعت مطالعه رو در کنار 10 ساعت تفریح نمیشه تنظیم کرد. این دوتا با هم دیگه همسو نیستن. منظور از همسو بودن، حالا به صورت اگزاجرش سعی کردم تعریفش بکنم، همچین چیزیه. یعنی مثلا اهداف در زمینه اهداف درسی باشه. حالا اگر ورزشکاری اهداف و میخوای توی زمینه ورزشی مثلا به نتیجه برسی، همه اهداف در زمینه اون مسئله ورزشی باشه. مسئله آخر هم اینه که هدفت باید مبتنی بر زمان باشه. یعنی مشخص کنی کی قرار به این هدف برسی، تا چه زمانی قرار به این هدف برسی. فکر کن من یه هدف تعیین بکنم، یه هدف کوچولی بی ربط و مسخره مثلا، یه هدف خیلی ضعیف، میخوام زمان رو تعریف کنم. فقط قرار ثبت نام کنکور انجام بدی و تو میخوای ثبت نام کنکورت رو بهترین نحو انجام بدی. هدف گذاری کردی تا 2 روز آینده، 2 روز دیگه فقط وقتشه، آخرین تمدید هم انجام دادن، فقط 2 روز دیگه وقتشه. تو اگر ظرف این 2 روز این کار رو انجام دادی، یعنی به هدفت که ثبت نام کردن تو کنکور بوده رسیدی که رسیدی. اگه نرسیدی، روز سوم اصلا این هدف وجود خارجی نداره که تو حالا بخوای بهش برسی. مثلا برای یه ورزشکاری که داره برای المپیک تلاش میکنه، یه زمانهای انتخابی المپیک، اگر تونست به این انتخابی ها برسه و تو یکی از این انتخابی ها امتیازات لازم رو کسب کنه و انتخاب شه برای المپیک، خب به هدفش رسیده. در غیر این صورت هدف از دست رفته به طور کامل. مسئله سوم بحث احساسی بودن اهدافه. قبل از اسمارت بودن رو دیدید کاملا منطقی بود. ما جایش بحث از احساس و اراده و اینکه انگیزه بده به خودت نداشتیم. همه چیز خیلی خشک و منطقی و یکم زجرآور بود.
اما اهداف معمولا این تیپی نیستن. معمولا اول از همه باید احساسات ما برانگیخته شد. یعنی اگر احساسات رو برانگیخته نشه کلا هدف گذاری شروع نمیشه که حالا تو بخوای برنامه‌ریزی کنی واسش، بیاریش تو سیستم اسمارت و نمیدونم کارهای مختلف روش انجام بدی. و در وهله اول باید هدف احساسات ما رو برانگیخته کنه تا بعد تو مرحله دوم ما بیایم بر اساس منطق براش برنامه‌ریزی بکنیم. خب من از کجا متوجه میشم که هدف احساسات من رو برانگیخته یا نه؟ یک، ببین از منطقه امنت داره خارجت میکنه یا نه. از کجا متوجه میشم؟ اگر هدفی که بهت هدفی رو تو داری تعیین میکنی شک میندازه توی دلت، یعنی داره از منطقه امن خارجت میکنه. اگه میترسوندت یعنی داره از منطقه امن خارجت میکنه. اما اگر این دوتا مورد رو نداشته باشه تو همچنان توی منطقه امنتی. پس این یکی از موارده. نرسیدن، ترسیدن و شک داشتن در رسیدن، در واقع این دوتا زمانی که توی هدف وجود داره یعنی که من هدف گذاریم رو دارم اصولی پیش میبرم. اما اگر نه، یه هدف تو چنگم باشه، کافی باشه فقط مثلا 10 سانتی متر دستم رو دراز کنم که بهش برسم، خیلی هدف مثلا قابل بحثی نیست. میرسم دیگه، اصلا نیاز نیست وقت رو تلف بکنی هدف گذاری واسش بکنی. اینو در کسری از ثانیه بهش میرسی. کافیه دستت رو 10 سانتی متر دراز کنی تا این به قول معروف مثلا سیب رو برداری. شاید برای یک بچه 1 ساله برداشتن سیب از روی میز ناهارخوری خیلی هدف مهمی باشه، اما برای توی 18 ساله 16 ساله دیگه برداشتن سیب از روی میز ناهارخوری هدف مهمی نیست. حالا جلوتر در مورد تغییر اهداف در زمان هم صحبت میکنیم. مسئله بعدی توی بحث احساسی بودن اینه که برای رسیدن به این هدف تو باید تلاش بکنی. سیب رو گفتیم راحت دست میکنی و برش میداری، اصلا کار سختی نیست برای تو. اما شاید نمره 20 گرفتن تو فلان درسی که خیلی هم مشکل داری کار خیلی مشقت آور سختی باشه و همین کار برای معلم همون درس کار سختی نیست دوباره. و شاید واسه خودت 3 ماه دیگه که خوب کار کردی روی این هدف و تونستی راحت دیگه 20 این درس رو کسب کنی هم دیگه کار سختی نباشه. پس در لحظه‌ای که من دارم هدف گذاری میکنم باید نیازمند به تلاش باشه تا من به هدفم برسم. و مسئله بعدی، هدف باید یه کاری بکنی که تو توقعت از خودت بره بالاتر تا تلاش کنی. این توقع بالا رفتن برای اینکه من بتونم تلاش کنم بسیار مهمه. بریم سراغ مسئله 4، هدف گذاری بلند مدت که خیلی هامون توی ذهنمونه. زمانی خوبه که من قبلش هدف گذاری های کوتاه مدت و روزانه ای داشته باشم. چرا؟ چون که مغز عاشق اینه که زود پاداش یا تنبیهش رو دریافت کنه. مغز میخواد الانی که یه کاری رو داره انجام میده تکلیفش روشن شه. بردم یا باختم، مساوی حالیش نیست. فوتبال آمریکاییه، بردم یا باختم. مثلا واسه فوتبال ما مساوی درش وجود نداره، یا برد یا باخت. وقتی هدف میچینی، هدفهای کوتاه مدت، یا بهش میرسی یا نمیرسی. اگر رسیدی مغز رو تشویق میکنی، اگر نرسیدی مغز رو تنبیه میکنی و با این تشویق و تنبیه مغز رو در حالت بالاتری نگه میداری که آماده باشه برای رسیدن به سایر هدفها، برای برنامه‌ریزی کردن برای سایر هدفها. هرچه که هدف گذاری های کوتاه مدتمون بیشتر باشه، هدف گذاری های روزانه‌مون بیشتر باشه، خود به خود تعداد تشویق و تنبیهاتمون هم بیشتره و مغز رو فعالتر نگه می‌داریم که ما رو هل بده به سمت هدف بلند مدتمون. مسئله بعدی، اهداف باید بتونن به دنیای مادی بیان. منظور چیه؟ ببینید، یا هدف تو باید یه هدف مادی باشه. یه نفر میخواد چه میدونم ماشین بخره، هدف مادیه. یه نفر میخواد پول در بیاره، هدف مادیه. یه نفر میخواد نمیدونم زیباتر شه، هدف مادیه. اما یه موقعی هست اهداف ما اهداف انتزاعیه. زمانی که اهداف انتزاعی داریم، یه راهکار که حالا ما تو خیلی تو زمینه‌های درس خوندم اهدافمون انتزاعی میشه، یکی از راهکارها اینه که بنویسیمش. وقتی نوشتیمش وارد دنیای مادی میشه. من وقتی نوشتم هدفم اینه که فلان درس رو مثلا که هفته بعدی امتحان دارم، یه هفته واسش فرصت دارم، 19 و بالاشم. این یه هدف مادی شد. حالا چرا؟ چون اومدم نوشتمش.
یکی از تکنیک های بسیار مؤثره که من اهدافم رو واضحاً بنویسم. درس فلان رو میخوام 19 به بالا شم. سری همین الان حسی که اومده توی ذهن خیلی هاتون میگی خب من شاید نتونم بالای 19 شم. عالیه، ترسیدی، شک کردی، عالیه، از منطقه امنیت خارجت کرد. تو میگی خب من باید پدرم در بیاد که بالای 19 شم. 18 رو میگفتی خوب بود، عالیه. گفتم تو بخش احساسات هدفت باید تو رو از منطقه امنیت خارج کنه، باید شک و ترس بندازه تو دله، باید نیازمند تلاش بیشتر باشه، باید توقعات رو از خودت ببره بالاتر. تو توقع 18 من میگم یا 19 شو، هدف گذاری 19 میکنی واسه خودت. تو توقع 19 میگیم هدف گذاری 20 کن واسه خودت. چرا؟ زور بیشتری بزنی. میگی شاید نرسم، اشکال نداره. مغز مهم نیست واسش الزاما برسی یا نرسی. مغز فقط مهم اینه که این هدف کوتاه مدت یا به رسیدن یا به نرسیدن ختم بشه. حالا رسیدی تشویقش رو دریافت میکنه و نرسیدی تنبیهش رو. تو مورد پنجممونه که میگیم اهرم لذت و در واقع رنج رو باید توی نوشتن اهدافمون رعایت بکنیم. وقتی هدف میچینیم، مثلا هدف میچینم فلان درس رو میخوام 20 شم، میتونم یه جایزه کوچولو واسه خودم در نظر بگیرم یا یه تنبیه کوچولو. اگر شدم این جایزه‌مه، نشدم این تنبیه‌مه. مثلا اگر شدم جایزم اینه آقا 20 دقیقه مثلا اپیزود از فیلم ایکسی که دوست دارم رو ببینم، از سریال فلان که دوست دارم رو ببینم. اگر نرسیدم از همین درس باید 20 تا تست بیشتر بزنم. برای چی؟ چرا این رنج و لذت رو هم اینجوری داریم تعیین میکنیم؟ رنج رو هم باید جوری همیشه تعیین بکنید بچه‌ها که در مسیر رسیدن به اهداف باشه. من وقتی الان 20 تا تست بیشتر ازش حل میکنم، قاعدتا الان ریاض شدم 19 و نیم، دفعه بعدی میتونم 19.75 شم، دفعه بعدش دیگه 20 میشم. چون دارم بیشتر تلاش میکنم، دارم بیشتر کار میکنم. خب اینم مجموعه کامل هدف بود. خیلی حرف دیگه هست در مورد هدف. بیشتر اینجا خواستیم میشه گفت استارت کار رو بزنیم در مورد هدف. حالا بعدا در مورد هدف میتونیم صحبت‌های بیشتر بکنیم. تفاوت اهداف و آرزوها، بحث خود هدف گذاری‌های مختلف کوتاه مدت، هدف گذاری‌های روزانه چجور باشه، تو بازهای مطالعاتی چجوری هدف گذاری بکنیم که دائما مغزمون تو حالت تنش مثبت قرار بگیره و بتونه خودش رو بهتر و بهتر بکنه. این هم شد جلسه دوم ما در افزایش بازده شما توی ساعت‌های مطالعاتیتون. انشاءالله که مورد پسندتون بوده باشه. لطفاً اگر دوست داشتید حتما ویدئوی ما رو لایک کنید و سابسکرایب هم بکنید توی کانالمون و به بقیه دوستاتون هم بفرستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و میتونیم باعث بشیم همدیگر رو پیشرفت بدیم.